شما نسبتتون با هم دیگه چیه؟ نامزد هستیم. خیلی عمالی. چی شد که خانم نامزده آقا حسین بودی درسته؟ آقا حسین شدی؟ حسین خب خیلی با غیرته، خیلی مرده، خیلی خرجم میکنه. بعد اینکه آقا حسین شما واقعا با غیرت، یعنی الان یه آقای بیاد مزاحم خانم شه چیکارش میکنی؟ داداش با دندونم جلش بودم. خیلی عمالی. یه خاطره خیلی خوبه از دوران مثلا دوست بودید با هم، چجوری اصلا خواستگاری کردی از خانم؟ داداش ما یه بار رفتیم دیاته چالوس بودیم، اونجا داشتیم رد میشدیم دم رستوران همسفر، من ایشونو دیدم یه نفر مزاحم شده بود، رفتم اونجا دیگه و چک و لغدیش کردم. مرد بعد جیگردار باشه، بعد گل و قلبه‌دار باشه. ماشی خیلی عمالی. پس چجوری خواستگاری کردی؟ همونجا خواستگاری؟ بارون میومد، من اونجا تو بارون رفتم حلقه رو دادم. بعد اینکه زد و خورد کردیم دیگه هیچی، بارونی هم بود، یه خورد سر زانوهامون هم گلی شد. خیلی هم خوب. فقط چقدر مهریه داره خانم؟ اندازه وزنش مهرش کردن. خیلی هم خوب. خانم شما راضی دیگه؟ بله بله. ایشالله که عشقتون پایدار باشه، واقعا خیلی به هم دیگه میایید. ایشالله که برسید اصلا به هر جا که میخواید. موفق باشید.